دوستان چطورین؟ چه خبر؟ آقا اومدم با گیم پلی کال آف دیوتی موبایل و تصویرم هم نمیتونم بزنم. آقا معذرت، بعد مشکل دیوایس دارم. خیلی لش خوردم من سر این ویدیو. آقا خیلی لک خوردم دیگه. لایکو بذار، کامنت کن، سابسکرایب کن. آقا بذار حداقل 10 نفره بشیم دیگه. آقای دام بذار این برو نگاه کنم اینجا ببخش. آقا لایک و کامنت ساب یادتون نره. از اینجا میریم به سمت ویدیو. 1 2. آقا گفتم بیام تو ادیت اینجا ضبط کنم بریم. آقا اولش خواستم چیز بردارم، اسنایپر بردارم که بذار نگاه کنین نگین چیز داره. اومدم الان دی ال پیک بردارم، دیدم نه بلش کن، بذار این تایپ 25 بردارم. واسه خوبه. بودو پسر جان، بودو. یا این لگ اینقدر متنفرم گیر میکنیم. ماشاءالله. نمیدونم چه پیدم ولی خب نمیدونم چجوری چیز زدم. پشت کاور بود آقا اینجا. خود دیگه زدیم این وریو فیل کردم سمت راستی دارم، اونی که تو دره رو میزنم. اصلا ایمو دارم در دیوار میزنم، یه دونه هد میزنم تمام شده رفت. ماشاءالله بزن آقا بزن. ماشاءالله. منتظر یه کامنت هم بگه آقا این بازی خودت نیست، چون تصویرم روش نیست. منتظر یه بذار حرفم تمام بشه دایی جان. AK 117 هم برداشته، فکر کرده ما نداریم. همین دیگه چیز میکنه چی بگم بهش، همون دیگه. نه تق دیل من صدا نداره، فقط صدا تق میده. این صدا تق خیلی خوب. تق ببینید آقا اگه تونستم یه نظرسنجی میذارم ببین گیمایی که دارم میذارم کدومش رو ادامه بدیم. آقا راستی از چیز خوشتون اومد؟ سری بازگشت سیجه چیکار داری میکنی؟ نه بچه دمیج خورد ولی خوب دمیج خورد. حال میکنی چی سر تق میزنم؟ اصلا لایک کردی تا الان؟ لایک کردی که من ادامه بدم؟ لایک نکردی باید لایک کنی، کامنت حداقل باید یه دونه بذار. مثل عرفان تاکسیک نمیگن خدای اونم یوتیوبر خوبیه. مثل عرفان تاکسیک نمیگن 17 2 تا رو دیدی خودم رو زدم. داشت میگفتم حداقل یکی دوتا رو بذار تا 17 تا حداقل بذارید. ببین اینجا تاچم گیر کرد، خیلی بد شد. انقدر بد شد خیلی بد شد. نگاه کن اصلا نمیتونم، منو کشتم اینجا. دیدی تاچ هم خیلی بده. الان میگه نگاه کن هیپ فایر زدمش، همش هیپ فایر زد. راه برو دیگه، گیر کرده. دارم گوشیو تا میکنم اینجا سر که کار کنه. منو میزنی؟ تو منو زدی؟ منو میزنی ها. با گیر کرد. آقا بزن بیا بزن. گیر کردم دیگه بزن. خداحافظ.